سلام دوستان، وقتتون بخیر. من یک سری تست جالب انجام دادم و اومدم از این ابزارهای ایمیج جنریشن، تکست تو ایمیج استفاده کردم تا بتونم یک ساختمونی رو که از یک پرنده افسانه‌ای به اسم سیمرغ الهام گرفته شده با سبک معمارهای مشخصی اون رو در واقع میشه گفت تصویرسازی بکنم. یعنی مثلا یک بار با سبک زها حدید و فرانک گری که خب بالاخره با اون سبکا خیلی هم آشنا هست دیگه، یعنی بالاخره اون فرمای خمیده و پیوسته و اینهایی که دارن میتونه اجرا بشه. و یا مثلا کالاتراوا یه بار با سبک مثل آدمایی مثلا ریچارد راجرز اومدم تست کردم، یه بار با نورمن فاستر و یک بار هم توی سبکای خیلی خیلی مینیمالیست مثل جان پاولسون اومدم کار کردم. یک از کجا شروع بکنم؟ از کلاتراوا شروع میکنم. کلاتراوا، فرانک گری و زها حدید، این سه تا معمار یه جورایی میشه گفت سبکای معماریشون، حالا به غیر از مثلا فرانک گری، اما خب فرانک گری هم باز به نظر من به خاطر اینکه احجام رو میتونه خیلی شکسته با هم ترکیب بکنه. خب من برای خودم توی ذهن خودم این ستا رو با هم ترکیب کردم و جواب کار من این شد. یعنی خروجی که من تونستم بگیرم این هست: اگر قرار باشه ساختمانی طراحی بشه که الهام گرفته شده از پرنده افسانه‌ای سیمرغ هست و قراره که اون در واقع میشه گفت جزئیات بالهای سیمرغ رو بخواد توی خودش نشون بده. خب من تصویرم رو کوچیک بکنم، ببخشید. فکر میکنم اوکی باشه. خیلی خوب. این رو هم بدم این سمت، این رو هم یه مقداری جمع میکنم و اوکی. خب نگاه کنید توی این کاری که اومده طراحی کرده، خب دقیقا اون لکه هایی رو که حالا پر سیمرغ رو شاید به پر طاووس هم بشه تشبیه کرد، که ما میبینیم که روی پر طاووس هست یک لکه های زردی یا مثلا یک با رنگ های مختلف وجود داره. اینجا اومده در نظر گرفته، حالت لایه لایه بودنش رو داره، پنجره ها رو شکل داده، با یه حرکت خیلی زیبا اومده سایبون رو ایجاد کرده و من خیلی ازش راضیم. این هم به نظر من خیلی خیلی زیباست. یعنی هم اون کاراکتر پر رو حفظ کرده و هم اون جزئیاتی رو که من توش میخواستم داشته باشم. من این تصویر رو نگه داشتم به خاطر اینکه با در واقع میشه گفت یک سری از خطوط هندسی خیلی صاف تلاش کرده توی جزئیات، اگر دقت بکنید، اون ریزکاریای پر طاووس رو بذاره و این احساس رو بده که اوکی، انگار این پرها رو اتو کردن و گذاشتن اونجا. و این هم به نظر من کار جالب و قابل تأملیه. اینها که فوق‌العاده هستن. این کار هم از نظر در واقع میشه گفت خیلی شبیه به نظر من به کارهای فرانک گریه. مثلا میگن خیلی خیلی شبیه به این کارشه و تونسته خواسته من رو آنالایز بکنه و جزئیاتش رو در بیاره و به نظر من اینجا خیلی قشنگ اون جزئیات انتهایی وصل شدن پرا رو در آورده، اون نوری که میخواد بیاد. خیلی زیباست. این ساختمون هم به همین صورت. باز این ساختمون هم دقیقا این دایره های نامنظم در واقع میشه گفت ارگانیکی که ما داریم میبینیم خیلی خیلی قشنگ با این لایه لایه بندی شدن این سطوح میتونن نمایانگر همین قضیه باشن. و خب باز اینجا که مثلا یه مقداری منظم تر این قضیه شکل گرفته، اینجا هم باز به همین صورت یه مقداری نظمش نظم بهتری. این هم خیلی خیلی جالب و زیباست. پنل‌های آلومینیوم هستن اما اون تایل بندی خودشون هم حفظ کردن، اما خب این در واقع میشه گفت جزئیات مد نظر ما اومده توش اعمال شده. حالا این که از نظر اجرایی به نظرم اجرایی نیست، این قسمت پراش شاید هم بشه اجرایی کرد، اما خب خود این فرم دادن به این سطح ها
ایجاد این حالت ها، یعنی مثلا پنجره رو اومده به این شکل رو بوده، اصلا خیلی باحاله. خیلی جالبه. بالکنایی رو که اومده تو لیول های مختلف در آورده، اصلا خیلی زیباست. اینجا هم باز به نظر من یکی از اون کارهاییه که خیلی حس خیلی قشنگی رو میده. اصلا اون چیزی که از همه بیشتر الان منو شگفت زده کرده اینه که چقدر قشنگ اتصالا و ارتباطات رو میاد برقرار میکنه. یعنی مثلا اگه میخواد از یک سطح صاف برسه به یک سطح قوسدار، اینو میاره یه شکستگی اینجا میده، بعد اینو میاره حرکت میده. یعنی اینا رو بهترین معمارای ما هم وقتی میخوان بشینن کار بکنن، پدرشون در میاد تا این اتصالات رو در بیارن. بعد ساعتها بشینن، روزها بشینن، ادیت بکنن، بالا پایین بکنن که بتونن از نظر زیبایی شناسی یه اتصال کلی بین اون فرم و حجم به وجود بیارن. و الان ما خیلی راحت میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی این کار رو بکنیم. البته من یک چیزی رو بهتون بگم، من الان به صورت کانسپت دیزاین دارم به قضیه نگاه میکنم، اما ابزارهایی هست که میتونه این طراحی رو محدود بکنه. یعنی ما یه قسمت رو برداریم، مقیدش بکنیم، بهش فرم بدیم، اون هم با ابزارهای هوش مصنوعی. و من روی اون قسمت ها هم کار کردم و حتما بهتون سمپلاشو نشون میدم. و چون ما از نظر کاربردی وقتی بخوایم بهش نگاه بکنیم، این قدرت رو باید بتونیم کنترل بکنیم. من تو ویدیو قبلی هم گفتم این هوش مصنوعی خیلی قدرتمنده، اما مثل یک اسب وحشی میمونه. ما باید بتونیم رامش بکنیم و راهکارهایی رو دارم بهتون نشون میدم، بهتون آموزش میدم و با هم دیگه میتونیم از این ابزارها خیلی خیلی بهتر استفاده بکنیم. اما اینجا به نظر من این هم یه حرکت خیلی فوق‌العاده است و اون حالت دونه دونه های ریزی رو که روی پرهای طاووس و یا حالا در تجسم ما پرهای سیمرغ هم وجود داره خیلی خوب در آورده. این یه کار بی‌نظیر، واقعا بی‌نظیره. یعنی همین الان اجراش بکنی، مثلا سردر یه رستوران هتلی جای کار بکنی، خیلی ایده خاص و بی‌نظیری در میاد. این فرم ها فوق‌العاده‌اند و در واقع میشه گفت اینا مجموعی هستن از ترکیب کارهای زاها حدید، فرانک گری و کالاتراوا. و یه نکته هم بگم، ایده کار ما، یعنی چون بحث پر و حرکت و قوس و داینامیک شکل هست، با سبک کاری این معمارا میخونه. یعنی یه چیزی نیستش که برای الگوریتم‌های هوش مصنوعی هم کار خیلی پیچیده و خیلی سختی باشه. سخت شدن و پیچیده این کار هم خیلی فوق‌العاده است. سخت شدن و پیچیده شدن وقتی کار سخت میشه که قرار باشه مثلا این رو تعمیم بده مثلا به یه معماری های تک، یا مثلا این رو بیا تعمیم بده به یک معماری مثلا مینیمال، که البته من تستایی رو زدم و اونها رو هم میخوام الان بهتون نشون بدم. مثلا اینجا کارای آقای ریچارد راجرز و ریم کولهاس. خب اجازه بدید من تباشون رو باز کردم. خب آقای ریچارد راجرز که خب اون ساختمون معروف توی لندن رو کار کرده و الباقی کاراش هم حالا مثلا مثل این ساختمون دوقلویی که کنار هم هستن، هم از نظر حجم و هم از نظر در واقع میشه گفت سبک معماری خیلی گرایش های تک هست و در واقع میشه گفت روی این موضوع خیلی اومده کار کرده. توی طراحیش هم اگه دقت بکنید یه عنصری داره، اونم اینه که یک المنت چندین بار تکرار میشه میره بالا. یعنی مثلا همین ساختمون لندن رو که من نگاه میکنم، این المنت ها مثل تیکه های لگو و پازل روی هم رفتن، به نظر من خیلی مشخصه، در واقع میشه گفت قابل دیدنیه. و آقای ریم کولهاس هم که به نظر من احجام رو خیلی قشنگ میشکنه و با هم ترکیب میکنه. و خب من گفتم حالا یه تستی بزنیم با ترکیب بین این دوتا. حالا چه خروجیایی گرفتیم؟ این یه اولیشه. خب
اولین موضوع اینه که دیگه از اون جزئیات ریزکاریایی توی پرا خبری نیست. این دومیشه و اومده حجم کلی ساختمون رو از پایین به شکل داده و از بالا اومده یه سری جزئیات ریزی رو روی سطح نما اومده به کار اضافه کرده. یه مثلا ساختمون رو دارای 2 تا المنت در نظر گرفته، یکی آورده این سمت و اون حالا در واقع میشه گفت ببخشید 3 تا المنت و المنت سمت راست هم یکم حالت بستار شکستگی بهش داده. باز این هم به همین صورته و اگر به کاره این معمارها نگاه بکنید این شکستگی و ترکیب شدن چند عنصر رو خیلی قشنگ میشه توشون دید و در واقع میشه گفت حالا به نظر من با نگاه به اونها تونسته این اشکال رو بیاد و به وجود بیاره. خیلی کاراش در واقع میشه گفت بیشتر شبیه هستش به کارهای رمکالهس و اون پیوستگی حجم و ترکیب حجمای خالص مثلا سطحهای شکست اوریگامی رو به نظر من خیلی داره و با خودم احساس کردم گفتم شاید دیدنش خالی از لطف نباشه برایشون. این کارم این خروجی هم خیلی قشنگه و دقیقاً به نظر من آدم رو یاد این نما از این ساختمون میندازه. ببخشید که یک عنصر برای چندین مرتبه هی تکرار شده رفته بالا. یعنی از نظر ساختاری تو نگاه اولیه به نظر من این میتونه یک شباهت خیلی خوبی رو به کارهای ریچارد راجرز بده. این کار هم به نظر من خیلی زیبا بود، این کار هم همینطور، این هم جزو کارهای بی‌نظیره. خوب این لایه ها دقیقاً مثل حالت حرکت پر رو داره تداعی میکنه. خب اینا تموم شد، بریم سراغ یک تست دیگه. نورمن فاستر رو من به صورت جدا تست گرفتم چون کار نورمن فاستر به نظر من یک خصیصه‌ای که داره اینه که خیلی سطوحش فلتن، تایل بندی شیشه ها رو توش رعایت میکنه. مثلا یه حرکتی رو که مثلا شما نگاه کنید تو این کارش تایل بندی این فریم های پنجره ها و این حرکتاشو خیلی مشخص می‌بینید، یا مثلا توی این کارهای دیگهش توی حجماش هم برجستگی خیلی زیاد نداره. یعنی مثلا اومده یک مثلا حجم بیزی درست کرده یا مثلا یه حجم استوانه درست کرده حالا روش چند تا شکستگی داره، یا مثلا این کار در واقع میشه گفت نمیدونم کار سیدنی استرالیا شه یا نه، یه مقداری از نظر فرمی وقتی بهش نگاه میکنی یه همچین خصیصه هایی رو داره. حالا خروجیاشو ببینیم، خیلی وقتتون رو نمیخوام بگیرم. ساختمون فلت، روش چند تا لایه کوچیک در اومده، به لایه ها تلاش کرده یه مقداری فرم بده، بالا چند تا خط شکسته. دوباره یه جورایی میشه گفت با همین سیاست داره نگاه میکنه. ساختمون فلت، خطای عمودی که از پایین تا بالا پیوسته رفتن و حرکت بالکن ها به این صورت، یعنی از اون خم و قوسای شکستگی که مثل کاریزاها حدید میداد واقعا خبری نیست. خیلی جالبه، یعنی این هوش مصنوعی داره درک میکنه، یعنی داره درک میکنه که حجم چیه، فرم چیه، زیبایی شناسی چیه، روش ترکیب اینها چیه و چجوری میشه در یک ترکیب خوب یک جواب زیبا رو به دست آورد. این کارش هم خیلی جالبه، مثل وقتی که شما یه نفر مجبور میکنی و بهش میگی که توی یک حجم خیلی صلب و هندسی باید پر طاووس در بیاری، اونم میره و 2 تا پر طاووس میکشه میذاره کنار یه حجم و میگه خب بیا تو به من گفتی این کارو بکنم و منم این کار کردم. خب ماشین دیگه حق داره، اما خب به نظر من کار جالبی بود و منم برای همین نگهش داشتم تا بهتون نشون بدم. این کار هم باز به همین صورت، این کارم به نظر من در عین صلب بودن و تخت بودن این سطح حرکت قوسدار خیلی قشنگی که اومده به این زل از نما داده و این چند تا خط و تاچی که این بالا گذاشته خیلی تونسته بگه اوکی به حرف ما هم یه مقداری گوش کرده.
توی این کارم اگه نگاه بکنید حالا تلاش کرده با اون حرکتی که در واقع میشه گفت خاموش و روشن کردن چراغ هست، یه مقدار اینجا یه فرم قوسدار ایجاد بکنه و یه سایبان قشنگ بزنه. اما اصل حرکتش که به نظر من جالب شده چرخوندن نمای ساختمونه. یعنی نمای ساختمون رو قشنگ یک 90 درجه اومده چرخوندهش، قوسدارش کرده و خیلی قشنگ اینو اومده با سایبون ترکیب کرده و خیلی جالبه. پرسپکتیو، زیبایی شناسی فرم به نظر من خیلی خوبه کار. این هم دقیقا همون خصیصه ها رو داره، این هم دقیقا همون خصیصه ها رو داره. حالا این کار یه مقداری متفاوت تره، نمیدونم، اما باز هم گذاشتم که ببینید. این کارش هم به نظر من خیلی جالب بود. یعنی اومده از یه ویوی گرفته که گفته حالا اگر قرار باشه دیتیل بده، خب مثلا دیتیل ها رو میاد تو جزئیات، مثلا زیر بالکونا میاد در نظر میگیره و مثلا اون نرده ها رو یه مقدار نامنظم میکنه، مثلا مثل پرای پرنده که کنار هم قرار دادن. این هم یک نگاه المانی به پر طاووس جالب بود. این حرکت هم جالبه، نگاه کنید به این حرکت نگاه کنید، یک المان رو اومده بالا چرخونده، نوک این المان میره با زیر در واقع میشه گفت پنجره ها ادغام میشه و این ادغام شدن این حرکت قوسدار و اومدن و پایین و چسبیدنش به این به نظر من خیلی حرکت جالب و قشنگیه. یعنی از نظر ایده‌ای واقعا چجوری بگم، واقعا میتونه یک کاری رو داره واسه آدم انجام میده که خیلی خیلی بی‌نظیره. یعنی من خودم یه حسی دارم و اونم شگفت زدگیه. این کارش هم باز هم جالبه به نظر من و تونسته با این شکستن این خطوط ریز اون حسی رو که ما دنبالش بودیم و در بیاره. این اومده باز توی فرم کلی یک سری خطوط قوسدار کار کرده و خب اینم از کارهای آقای نورمن فاستر برای ما. خب جان پاوسون اگر قرار باشه این کار رو انجام بده چی میشه؟ خب خدمت شما برسونم آقای آنتونی پریدوک و آقای جان پاوسون. سبکای معماری رو نگاه کنید، مینیمال، تخت، بدون جزئیات اضافه. و ما وقتی که هوش مصنوعی رو مجبورش بکنیم که توی این سبک واسه ما کار بزنه و اون پرنده خم و قوسی رو که توی پرهای طاووس هست بخواد واسه ما در بیاره، ببینیم برامون چیکار میکنه. این میشه حد اکثر کاری که داره واسه ما انجام میده. یعنی میگه آقا جان نمیشه، اون ایده‌ای که تو داری با این سبک نمیشه. خیلی بخواد کار بکنه اینه که میاد یه مقداری فرم این در واقع میشه گفت بالکنیا رو یه مقداری واسه ما قوسدار میکنه، تو این قسمت ها میاد واسه ما شکستگی ایجاد میکنه. حالا یه سری ایده های قشنگ داره واسه ارتباط بین در واقع میشه گفت طبقات و این هم به نظر من پوسته بی‌نظیریه. یعنی یک معماری یه جوری میشه گفت یه حرکت، آدم احساس میکنه یه حرکت 4 بعدی داره، خیلی زیبا و قشنگ اومده کار رو انجام داده. اما خب دیگه بنده خدا خیلی دستش بسته است. یعنی اگه نگاه بکنید هیچ دیتیلی رو نذاشته برای ما، هیچ دیتیلی رو نذاشته. یعنی از اون ریزه‌کاریایی که توی سبکای دیگه داشتن دیگه اینجا خبری نیست. و همینطور این تصویر. خب اجازه بدید تصویر رو بزرگ بکنم. اوکی. هدف اصلی من از این تست اول از همه این بود که به خودم یه سری چیزایی ثابت بشه، چون شک داشتم که آیا میشه هوش مصنوعی رو نسبت به یه سبک معماری مقید کرد یا نه. یعنی آیا الان هوش مصنوعی اونقدر پیشرفته شده که سبک معماری رو بفهمه؟ دیدم بله میفهمه. بعد از خودم پرسیدم ببینم که آیا هوش مصنوعی اونقدر پیشرفته شده که اسم معمارا رو هم تشخیص بده و مثلا بدونه که مثلا فرق کارای این معمار با یک معمار دیگه چیه؟ و دیدم که بله اون رو هم میتونه بفهمه. و
این تست برای من خیلی جالب بود وقتی که جواب این تستم رو گرفتم و تونستم با ریفرنس هایی که دارم مقایسه بکنم، دیدم چقدر جواب خوبیه. و مسئله اینه که 4 ماه پیش که استارت اومدن این ابزارهای هوش مصنوعی بود، اصلا این کیفیت رو نمیدادن، اصلا این کیفیت نبود. و الان بعد از گذشته 4-5 ماه ما به این کیفیت رسیدیم و خیلی سریع داره پیشرفت میکنه. اما یه خوبی داره، اونم اینه که میشه یادش گرفت و میشه ازش استفاده کرد. من تمام وقتم رو الان گذاشتم روی این که بتونم این اسب وحشی هوش مصنوعی رو رامش بکنم، برای خودم ازش استفاده بکنم و مسلما هدفم اینه که به شما هم یاد بدم. هر کسی که دوست داشت من واقعا خوشحال میشم. و اگر چیز خاصی توی ذهنتون بود که ببینید آیا یه همچین کاری هم میشه با هوش مصنوعی انجام داد، آیا مثلا این کار رو هم میشه، یا این تصویر توی این سبک مثلا میشه جنریت کرد، یا مثلا این سبک طراحی آیا قابل پیاده سازی هست یا نه، خوشحال میشم از منم بپرسین، در میون بذارین. حالا کانال تلگرام اینا هنوز ایجاد نکردم، اونها رو انجام میدم خیلی سریع. میتونیم با هم در ارتباط باشیم، رو کامنت یوتیوب میتونیم با هم در ارتباط باشیم. یه چیز خیلی خیلی کلی میگم، تو ویدیو قبلا توضیح داده بودم، اونم اینه که من احساس خودم اینه که هر چقدر زودتر، سریعتر، بدون اتلاف وقت ورک فلومون رو سویچ بکنیم و ببریم به سمت استفاده کردن از هوش مصنوعی در کار خودمون، آدمای موفق تری باقی میمونیم. وگرنه رقبای ما واسه ما صبر نمیکنن. اونا خیلی زود از همه جای دنیا، همه جای ایران تلاش میکنن که کار خودشون رو آپدیت کنن. برای چی؟ واسه اینکه هزینه ها میاد پایین و کیفیت میره بالا. هستم باهاتون هستم، این مسیر رو با هم میریم. موفق باشید، به زودی میبینمتون. خدا نگهدار.